درود دوستان عزیز، در شماره نوبتی برنامه میگویند که به مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایت ختلان آمدیم. میگویند که در کتابخانه مذکور انقریب 100,000 ادبیات حفظ می شود که از این میان 25,000ش برای کودکان است و این کتابخانه سال 2011 با اشتراک پیشوای ملت باز شده است و یکی از کتابخانه های مشهور در ولایت ختلان نیز هست که از منطقه های گوناگون به اینجا آمده کتابی درباره خود را پیدا میکنند و حالا می رویم و از رفت و فعالیت این کارگاه برای شما معلومات میدیم. هر نفری که به کتابخانه میآید سر اول به تالار خوانش عمومی میرود، زیرا همین تالار خواننده را به کتابخانه معرفی میکنه. ما وارد میشویم و میبینیم که اینجا فعالیتش چگونه برآمده شده است. در تالار خوانش خواننده ها کتاب درخواست میکنند و همچنین در همین جا ابونه میشوند و میتوانند که هر دفعه آمده در همین جا کتابی خوانند و کتاب‌های لازمه خود را درخواست کنند. سلام علیکم، شما خوب هستید؟ من میخواستم درباره همین تالار برای ما معلومات بدید. خب اصلا خواننده ها چگونه کتاب‌ها درخواست میکنند؟ تالاری عمومی هست. در تالاری عمومی همه نمودی کتاب‌ها هستند. نمونه اثار ادبیات کلاسیک هستند و خیلی که ما چند مدت سال شد که ما فروغ صبح دانایی را برگزیده. در اینجا نامیناسیای کلاسیک و نامیناسیای بچگانه نیز هستند. خواننده ها اصلا اینجا برای چی میآیند؟ میبینم که اینجا فکر میکنم خواننده های مکتب میانه هستند. بله، امروز ما خوانندگان جشن روز زبان را تجلیل کرده ایستادند. خوانندگان بسیار فعالند در تالاری ما. چون که شما دیده ایستادین همه روزه در تالاری ما همین خیلی پر از خواننده است. خب همه روزه همین گونه محفل های علمی و ادبی در اینجا برگزار می‌گردد. مثلا چون گفتید که محفلی بخشیده بر روز زبان تاجیکی و مولانا و رودکی و هر روزه در همین تالار ما صحبت ها عاید هم شاعران، نویسندگان صحبت میگذارونیم. چون که گفتم آزمون جمهوری فروغ صوفی دانای کتاب است و به واسطه تا چند سال اخیر همکاری خواننده ها، همکاری اشتراکچیان همین آزمون با کتابخانه ها زیادتر می شود. یعنی میوان در اینجا کتاب درخواست میکنن. تا جایی که ما میدونیم حتی در این تابستانی که خواننده ها در تعطیل بودن همه روزه این تالارها پر بود از اشتراکچیان آزمون. بچه ها در آزمون فروغ صوفی دانای کتاب است از بین شما کیا اشتراک کردن؟ خب انقریب همه. خب شما در کدام نامیناسیون اشتراک میکنید؟ در نامیناسیون افسانه های خلق تاجیک و آثار شفاهی بچگانه. آفرین. خب چند کتاب خواندی؟ من زیاده از 70 کتاب را مطالعه کردی. خب با کدام دور راه خط گرفتی؟ با دور ولایتی؟ من اکنون با دور ولایتی راه خط گرفتم. با تو کی کمک میرساند؟ با من آموزگارانم، مثلا دولت و دولت ما و حاضر باشد معلمه زبان و ادبیاتمان ماهره حسابی خیلی کمک میرساند. با کتابخانه میایی؟ بله. چه کتاب‌ها از اینجا دسترس میکنی؟ من از اینجا بیشتر کتاب‌های بچگانه، کتاب‌های معاصر و کلاسیک را مطالعه می‌کنم. می‌توانی برای ما یگان حکایه یا یگان چیزی بچگانه نقل کنی؟ خب اگر خواهی یگان شعر بخوان. وطن در سینه ام با این بزرگی به مانند دل معوا گرفته است و گویا چون رگ خان در دل من به صحرا راه نو دریا گرفته است. صفحه امواج همچو سطر شیرم شود این شو بروی دفتر دل. سیتا در روز گویا کوهسارش و مثل پاسبان بر در دل. آفرین. سالهای قبلی اشتراک کردی در آزمون؟ بله، من زیاده از 3 سال می شود که در این آزمون اشتراک کردم. علاقه تجربه بیشتر گرفتی. سالهای قبلی به کدام دوره راه یافتی؟ من در سالهای قبلی از دور مکتبی تا دور شهری راه خط گرفتم خلاص. علاقه این سال پیشرفت داری، یعنی به دور ولایتی. و تیاری ها چگونه است؟ تیاری ها می شود خیلی خوب. این شب روزها فقط مطالعه میکنی. آفرین برار. و ما
و تو آرزو داریم که موفق شوی و غالبیت را به دست بری. خسته نباشید. خب به شما نیز تشکر و ما به قسمت دیگر میگذاریم. خسته نباشید. یکی از بخش‌های مهم در تمام کتابخانه‌های دنیا این بخش ادبیات کودک است، زیرا این بخش خیلی بخش مهم و حساس است، زیرا کودکان در ادبیات کودک زمینه‌های ابتدایی دانش خود را می‌گیرند و اینجا بخش ادبیات کودک کتابخانه مذکور است. سلام علیکم. خوب هستید؟ من می‌خواستم اطراف این بخش برای ما معلومات دهید. اینجا چه نوع کتاب‌ها را جا کردید و من چگونه فعالیت شما برای آماده شده است؟ خب در اینجا ما رفع‌های آماده نمودیم که برای خوانندگانی که مخصوصاً در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک می‌نمایند، مخصوصاً رفع‌هایی که از روی نامیناسیون هستند آماده نموده هستیم و کتاب‌های 101 غزل شاعران، داستان‌ها هستند، چیستان‌ها هستند، کتاب‌های افسانه‌ها، قصه‌ها که برای خوانندگان و نورسان آماده نمودند. خب اصلا جریان کار شما چگونه صورت میگیرد و کودکان کدام وقت اینجا میآیند برای مطالعه؟ خوانندگانی که عبیدخوان هستند نصف روزی میخوانند آماده در اینجا مطالعه میکنند و خوانندگانی که بعد نصف روزی هستند اومده در اینجا مطالعه کتاب می‌نمایند. محفل ها می‌گذرانید؟ بله، با کودکان محفل ها می‌گذرانیم. بعضی افسانه هایی که هستند معرفی می‌نماییم و نقل می‌کنیم. بله، خود می‌خوانیم، نقل می‌کنیم و با آنها از آنها پرسپوس می‌کنیم که تو چه اندازه در خاطر آنها باقی مانده است همون افسانه‌ای که ما خوانده ایم. فکر می‌کنم یکی از بخش‌های جالبی کتابخانه نیست همین بخش. بله، بیشتر خوانندگان را و همین کودکان نورسان را همین آزمون ما دقتشون را جلب می‌نماید و بیشتر می‌آیند. کودکان با والدینشون میان، با پدر و مادر؟ بله، با میآیند و وابسته میکنند در اینجا خودشون میروند و ما نیز تا همون لحظه‌ای که در کار است با آنها کار میکنیم و همون کتابایی که است دسترسی می‌نماییم. بیشتر کودکان کدام نوع کتاب‌ها رو از شما درخواست میکنند؟ افسانه ها هستند و چیستان ها. ما داریم خنده های شیرین در اونجا بیشتر طلب می‌نمایند و افسانه نخوتک، قصه های ما داریم که از قسم 1 تا 20 قصه هستند، همونها رو وای میکنند کتابی. یعنی کودکان بیشتر افسانه و داستان‌های جالب را دوست می‌دارند و تیزگویک و چیستان‌ها واقعا هم که در سن سال اینها بسیار مفید است. تشکر زیاد به شما برار می‌خوایم. من به قسمت دیگر می‌دم. خب کارمندان کتابخانه مذکور در برابر آنه که به اشتراکچیان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است کمک می‌رسانند، ادبیات لازمه را پیدا می‌کنند. همچنین آنها اشتراکچی فعال آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب هستند. نمونه‌اش و شاعران نیز یکی از اشتراکچیان فعال بود و همچنین غالبیت را نیز به دست آورد در بخش ادبیات بچگانه بود. خب بعد از فعالیت و از رفت و تا چه اندازه کتابخانه برای شما کمک کرد؟ یعنی در کتابخانه کار کردن، ادبیات بچگانه مطالعه کردن تا چه حد برای شما کمک کرد که این موفقیت را به دست بیارید؟ در کتابخانه عمومی ولایت ختلان به نام شمس‌الدین شاهین کار کردن بسیارتر به من در مطالعه کتابان، دسترس نمودن اثرهای نویسندگان به من بسیارتر کمک رسانیدن. هم می توانستم از اینجا مطالعه کتاب نمایم، هم با خوانندگان کار کرده، با آنها صحبت کرده دانش و ملکه خود را بیشتر از پیشتر بلند بردارم. واقعا اینجا که شما در بخش ادبیات بچگانه اینجا فعالیت میکنید و فکر میکنم که محفل ها و درباره کتاب ها صحبت و مشورت ها زیاد میشه. البته
ما هر روزه با خوانندگان صحبت میگذرانیم، نمایش‌های کتابی داریم، از آنها به آنها کتاب‌ها معرفی میکنیم و سعی و کوشش خود را میکنیم که در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است بسیارتر فعالتر گردد. اینجا چند جایزه است فکر میکنم، نه؟ چند جایزه از آزمون فروغ صبح دانای کتاب است. کارمندای دیگری کتابخانه در آزمون اشتراک کردند؟ البته در سال 2020 یکی از معاونان ما دولت و تاجیکستان اشتراک کرده، اون نیز صاحب جای سوم گردید در نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی. خب یعنی 2 نفر در این آزمون اشتراک کرد. خب من به شما برار میخوام و تمنا دارم، آرزو دارم که همین گونه جایزه ها در قطارهای دیگر بیشتر شود از آزمون های جمهوری. برار ما به قسمت دیگر میرویم. در زمان معاصر طلبات به کتاب الکترونی و معلومات رقمی خیلی زیاد شده است. به همین خاطر در تمام کتابخانه‌های دنیا شعبه‌های اتوماتیکنامی و تکنولوژی کامپیوتری موجود است. در اینجا بیشتر کتاب‌های الکترونی و معلومات رقمی حفظ می‌شود و خواننده‌ها می‌توانند راحت آمده از کامپیوتر معلومات مختلف را برای خود بگیرند و همچنین در یک تلفن دستی می‌شود. صدها و هزارها کتاب را جای داد و در تمام گوشه دنیا آن را خواند و برای الکترونیک کردن کتاب‌ها اساساً همین شعبه موظف است. سلام علیکم، شما خوب هستید؟ خب من می‌خواستم درباره شعبه‌تون یکم برای بیننده‌های ما معلومات بدید. اولا شما را خوش آمدید میگویم و اینجا شعبه اتوماتیکنانی و تکنولوژی کامپیوتری میباشد. در شعبه ما زیاده از 35,000 کتاب با نسخه الکترونی یعنی جای داده شده است که در همه کامپیوترها الکی دسترس است برای خوانندگان و بیشتر زیاده از 500 ادبیات بچگانه جایگیر کرده شده است و همه روزه خوانندگان آمده آن کتاب‌هایی را که دسترس کردن نمیتوانند از دیگر شعبه ها آمده طریق الکترونی با از اینجا دسترس بکنید. شما برای آنها مثلا همین کتاب‌ها رو برای خواندن میدید؟ بله البته بله با کامپیوتر بله سر و کار میگیرند و آمده در وقت‌های خالیگی از اینجا نیز استفاده میبرند. با تلفن کتاب‌هایی که در اینجا هست نسخه الکترونیک می‌کنید اونها رو، یعنی کارها در اینجا جریان داره؟ بله البته ما خودمون مخصوص کتاب‌ها رو آورده اسکنر کرده یعنی با واسطه صورت گرفته خودمون نیز الکترونیک شکل الکترونیک می‌کنید. با کدام کتابخانه‌های کشور همکاری دارید؟ چون ما می‌بینیم که در بیشتر از کتابخانه‌های کشور همین علاقه جریان دارد و کتاب‌های مختلف را آنها به شکل الکترونیک می‌گردانند. سلامت باشین. بیشتر با کتابخانه بچگانه جمهوری بیشتر همکاری داریم. بله کتابخانه ملی و کتابخانه شهری به نام کمال خوجندی، اینچنین کتابخانه ولایتی که در شهر کلاب به نام صدرالدین عینی میباشد ما فعالیت میکنیم، همکاری داریم و با واسطه مقصد و پشت الکترونی آن موادهایی را که میخواهیم دسترس خود گردانیم البته همکاری کرده برای خود میگیریم. اون ادیبانی که کتاب‌های نوی خود را برای شما پیشنهاد میکنند از شما طلب میکنید که شکل الکترونیش برای هم الکترونی و هم کتاب خود کتاب را بله کتاب واقعی را دسترس میکنیم و برای خوانندگان حتما که پیشنهاد میکنیم. خب امروز طلبات چگونه است؟ خواهشمندان زیاد هستند به همین نوع کتاب‌ها؟ البته تا 3 سال است که آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است، یعنی همه ساله گذرانده می شود. بیشتر کتاب‌های بدیعی را خوانندگان ما استفاده میبرند و آمده دسترس آنها میگردانیم و بیشتر انمان از روی نامیناسی‌های جدا شده ادبیات کلاسیک، ادبیات معاصر و ادبیات بچگانه اینچنین ادبیات جهان ما جایگیر کرده ایم. همش علاهیده جایگیر کرده است که برای آسانی کار پیشنهاد شده است و اینچنین در شبکه اجتماعی فیسبوک ما گروه مخصوص خود را تحت عنوان مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایت ختلان به نام شمس‌الدین شاهین تأسیس داده ایم. زیاده از 3000 نفر اعضا دارد
و تحت با موضوع همه روزه موضوعهای نو به نو یعنی ما دسترسی بله و این شکل الکترونیک کتاب‌هایی که داره در اونجا میگذارید از شما درخواست میکنن طرف سامانه ها بله بیشتر یعنی این روز کتابخانه تأسیس کرده که الکترونی است مردم از هر کجای دنیا میتوانند بله موادهای خود را برای سطح فرهنگی ولایت میفرستیم بله و در انمون شبکه اجتماعی آنها نیز یعنی میگذاریم و زیر روبریکای امروز در تاریخ آیا میدانید گلچین لطیفه ها انمون زندگی نامه شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک ما همه روزا معلومات پیشنهاد می نماییم بله و زیاده از 10,000 نفر آنها را استفاده میبرند. تشکر زیاد خسته نباشید برای شما برام در بعضی از کتابخانه‌ها کتاب‌هایی هستند که از آنها تنها یک نسخه نگهداری می‌شود و به همین خاطر در این گونه کتابخانه‌ها شعبه‌های مخصوصی تأسیس می‌دهند و همین گونه کتاب‌ها را حفظ و نگهداری می‌کنند. نگهداری این گونه کتاب‌ها نیز طلبات خاصه خود را دارد و بیشتر این گونه کتاب‌های تاریخی نیز هستند و در کتابخانه اموی ولایت ختلان به نام شمس‌الدین شاهی نیست همین یک شعبه هست در اینجا کتاب‌های نگهداری می‌شوند که بیشترش یک نسخه هستند و حتی از عصر 17 نیست کتاب‌ها در اینجا حفظ و نگهداری می‌شود و این گونه کتاب‌هایی هستند که نباید برای خوانندگان داده شود یعنی بیرون از کتابخانه آنها را بردن اجازت نیست و تنها آنها می‌آیند این کتاب‌ها را در همین کتابخانه می‌خوانند و در زیر نظارت کارمندان کتابخانه و بیشتر کارهای علمی در این گونه شعبه ها جلوه میگیرد زیرا این گونه کتاب های تاریخی که در اینجا حفظ می شوند بیشتر کتاب هایی هستند که با شاعران متفکران تعلق دارند. یکی از شعبه هایی که من زیاد دوست می دارم این شعبه ادبیات جهان است و خوشبختانه در همه کتابخانه های کشور همین گونه یک شعبه موجود است. اینجا ادبیات جهان خاصتا ادبیات بدیعی حفظ و نگهداری می شود. خب این حال می بینیم که چگونه کتاب ها اینجا هستند. این هم باشد یا هم والتفن گوته در مورد دیوان شرق و غرب گیوته است خب که یکی از کتاب های خیلی معروف است در باره گیوته و همچنین اینجا خب ماوگلی خب این هم ترجمه تاجیکیش است که خیلی یکی از کتاب‌های جالب خاصتا برای ادبیات بچگانه برای آن افرادی که خب از ادبیات بچگانه در آزمون فروغی صوفی دانایی کتاب است اشتراک میکنند. محبت جاوید این از ادبیات بله ادبیات قزاق است خب نمونه ادبیات قزاق ترجمه شده است به زبان تاجیکی این هم با اشتراکچیان آزمون جمهوری فروغی صوفی دانایی کتاب است پیشنهاد می شود و چنگیز ایتماتوف خب یکی از نویسنده های مشهور دنیا که اینجا نیست خب اثرهای او جمع آوری شده است و میبینیم در قسمت دیگر چه نوعی کتاب ها هست. خب بیشتر کتاب ها به زبان روسی است اینجا خب که اینجا جمع آوری شده است ولی ادبیات به زبان تاجیکی نیز هست. میبینید مثلا خب سیپیسا درباره لنین و خوب قیامت چنگیز ایتماتوف یکی از کتاب‌های دوست داشته من که خب یکی از رمان‌های برجسته چنگیز ایتماتوف نیز هست که داستانش خیلی جالب است در اینجا نیز نگهداری می‌شود و همچنین خب دختر کاپیتان پوشکین به زبان تاجیکی ترجمه شده است و همچنین همین گونه کتاب‌ها خیلی زیاد هستند خاصتا مایند رید یکی از نویسنده های مشهور دنیا اینجا هست. خب سواره بیسر این ترجمه روسیش است خب یکی از ادبیات مشهور جهان و یکی از کتاب های ارزشمند دنیا نیست است سواره بیسر. خب مایند رید که خودش نیست یکی از نویسنده های بزرگی دنیا نیست هست و همینطور اینجا از پوشکین از جک لندن و از خب سپارتاک اینجا یکی از رمان‌های مشهور
و کتابی ترزن نیز اینجا نگهداری می شود. خلاص با اون نفرانی که در بخش ادبیات جهان اشتراک میکنند در آزمون فروغ صوفی دانای کتاب از خصوصا از ولایت ختلان توصیه میدیم که حتما به همین شعبه بیاید. خب هرچند که کتاب ها با زبان روسی است ولی کتاب های خوب اینجا نگهداری می شود و برای جهان بینی و تفکر و دانش آنها حتما که کمک خواهد کرد. باعث خوشبختی است که سال تا سال در کشور عزیزمان شماره کتابخانه ها زیاد می شوند. همین گونه کتابخانه های زیبا و مجهز با تکنولوژی معاصر و وجود این گونه کتابخانه ها می تواند که صفحه کتابخانه ها را باز هم بیشتر کند و میگویند که کتابخانه عمومی ولایت ختلان به نام شمس‌الدین شاهین برای کتابخوانان و آن نفرانی که کتاب را دوست می‌دارند یک تحفه بی‌نظیر بود و ما نیز از فعالیت این کتابخانه برای شما معلومات می‌دهیم.